راز ناپدید شدن یک زن در هرات پس از جستجوی نیروی امنیتی با کشف یک جنایت هولناک فاش شد. همزمان با ثبت شکایت از سوی بستگان یک زن به نام رحیمه مبنی بر ناپدید شدن وی، آمریت کشف جرایم قاچاق انسان قماندانی امنیتی هرات تحقیقات کشفی و اپراتیوی خود را آغاز می کند. بررسی ها نشان میدهد که رحیمه پس از دعوت به منزل خواهرخوانده‌اش ناپدید شده و هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. همزمان دو مظنون اصلی پرونده، مریم و همسرش صفی الله، از هرات به نیمروز رفته و به قصد ایران از کشور خارج شدند. نیروهای امنیتی با انجام عملیات اپراتیوی در ولایت نیمروز موفق میشوند مظنون را شناسایی کرده زمینه برگشت به کشور و بازجویی آنان را فراهم سازند. متهمان در نخستین بازجویی ها به قتل رحیمه اعتراف می کنند. بر اساس اعتراف آنها متهمان پس از قتل جسد قربانی را داخل یک چمدان گذاشته و آن را به ساحل پشتون پل انتقال دادند. اسم من مریم است، در ایراد زندگی میکنم. دیگه دخترک 2 سال شده بود که ما آشنا بود، خانه ما همیشه میامد. من خودم خانه از اون نمیرفتم و همیشه خانه میامد. دیگه چند بار خانه میامد، دیگه بسیار مرا میگفت که انا مطلع دارم، هر چیز دارم تو نداری. باز که خانه می آمد، یک روز خودم رفتم زنگ زدم بخی بیا خانه ما. رفتم از شهر نو در رکشا بالایش کردم آوردم خانه ما. ای که خانه ما آمد این دونه آوردم برش، اونجا پیش روش ماندم، در گوشی در دستش بود، اما تو گوشی را سیل میکرد، من کت چوب در سر زدم. در سرش که زدم افتاد، باز من در چاقو زدم، در بیک انداختم. برای شوهرم زنگ زدم گفتم عاجل خانه بیا من مریض هستم. می که آمد بردم در کون موتر خودم بالا کردم ماندم، می شوهر موتر روشن کرد بردمش در یک بغل در بیک سیاه مانده بودم انداختمش. باز شوهرم مجبور شد مرا گرفت رفت ایران بردم که باز بعد از اون ما را اینجا آوردن ایران، نیمروز آوردن. نیمروز باز ما را اینجا ایران آوردن در مبحث. 3 دانه چوری بود، 1 دانه انگشتر. هم 3 دانه چوری را که 1 تا انگشتر 2,20,000 فروختیم. من زیاد پشیمان هستم، قدر پشیمان هستم که هیچ پرسانه. طرف طفلایم که سعی میکنم میگم خدایا چرا گوره خوردی. بر من دیگه کسا گفتنی دارم که هیچ وقت اشتباه نکنن که بسیار سخت است طفل دار باشی. باز بسیار روز جمعه بود، ما گفتم بیا که بریم به طرف چکر بچه ها را ببریم چون مکتب میخوانن درس میخوانن جای نمیرن اینا روی دیگه شا ای قبول نکرد. گفت من میرم شار یکم چیزا کار دارم من نمیرم. خب این آوردم در شهر نو، من اینجا پیاده کردم بچه ها را گرفتم بردم در پارک تحت سفر. روزا ساعتای 2 بجه بود که زنگ زد که عاجل بخی بیا خانه. من که آمدم به طرف خانه سعی کردم که جسد در مابین خانه افتیده است. گفتم چرا این کار کردی؟ تا بالا شد که حالا این کار شده از هر رقم میشه این کار کردیم دیگه. دمه دیگه کدام چاره نمان، برآمدم بیرون. پس آمدم که جسد مابین کیف ماند است. گفت این رقم میشه دیگه باید انتقال بدی. باز من رو در کنی موتر ماندم بردمش در یک جاده خاکی اینجا گذاشتمش. نیروهای امنیتی نیز محل رهاسازی جسد را بررسی کرده و شواهد موجود مهر تاییدی بر اعترافات آنان زد. دکتر سید مسعود حسینی سخنگوی قماندانی امنیتی هرات در این باره میگوید خانمی با همکاری همسرش پس از ارتکاب یک قضیه قتل یک خانم تلاجات و تلفن همراه مقتوله را به سرقت برده و سپس به قصد فرار از چنگال قانون از کشور خارج شدند. اما با تلاش‌های شبانه روزی، هماهنگی دقیق استخباراتی و پیگیری مستمر نیروهای امنیتی قماندانی امنیتی ولایت هرات و همکاری نزدیک قماندانی امنیتی ولایت نیمروز، این 2 متهم شناسایی و از کشور همسایه بازگردانده شده و به ولایت هرات انتقال یافتند. به مردم شریف ولایت هرات اطمینان می‌دهیم که هیچ مجرمی از چنگال قانون در امان نخواهند ماند
فرار از کشور یا تلاش برای پنهان شدن مانع اجرای عدالت نخواهد شد. نیروهای امنیتی با تعهد کامل هر فردی را که امنیت و آرامش مردم را تهدید کند در هر جا که باشد تعقیب کرده و به پنجه قانون خواهد سپرد. از سوی دیگر برادر قربانی این جنایت با روایت چگونگی قتل خواهرش از تلاش‌های نیروی امنیتی برای پیگیری قضیه و دستگیری عاملان قتل ابراز قدردانی کرده و خواهان تأمین عدالت است. با ضربات چاقو اینا به قتل میرسانند. باز جسد از زیر میگیرن میبرن در ولسوالی انجیل بین پل پشتون و مالان میاندازن. وقتی که اونجا جسد میاندازن خودشون فرار میکنن. از اینجا میرون به نیمروز به مقصد ایران و از نیمروز که هست اینا رفته بودن به ایران، به ایران شهر ایران رسیده بودن که کشور همسایه. باز تلاش های خیلی زیادی صورت گرفت از طرف نیروهای امنیتی و من تشکر میکنم از تمام نیروهای امنیتی کشور که ما را همکاری کردن و خیلی تلاش کردن، زحمت کشیدن، خصوصا از آمریت جنایی ایراد که تلاش های بسیار زیادی کردن و از همه کسانی که در این راسته تلاش کردن و اینا را از کشور همسایه برگرداندن. مسئولان امنیتی میگویند که دوسیه این پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای طی مراحل قانونی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.